تردمیل شروع شد. اینجا همون جاست که قرار همه درباره‌اش حرف بزنن. سلام به تردمیل شو، خوش آمدید. با یک برنامه جذاب ورزشی در خدمت شما هستیم. بریم با تیم تحلیلی تردمیل شو آشنا بشیم. حال نمیده. توی این سرما ما رو آوردی اینجا چی داری نگاه میکنی خدا وکیلی؟ بازی دیگه، لاستیک فروشان و کاور پوشان. ببین هومن، مردی که حتی مراسم رسمی رو هم تبدیل به استندآپ کمدی میکنه. هیچی رو جدی نمیگیره اما جنبش واقعا بالاست. شوخیاش هر کسی رو هر چقدر هم که خشک باشه میخندونه. ورزشی نویس قدیمی و کاربلد. وقتی پای خبر ورزشی وسط باشه از مود فان و استندآپ کمدیان میپره روی مود تحلیلگر با صلابت. لژندری، حرفه‌ای، بی‌حاشیه. شو چرا نمیای بریم؟ حاجی یه سوال، اینجا به نظرت مثل مجمع انقلاب تهران پاخور داره ملت با ماچا بدوئن؟ شاید، نمیدونم. مجتبی صدای بم بامزه داره. از اون صداها که حتی وقتی الو میگه بقیه فکر میکنن داره نریشن یه مستند بی بی سی رو شروع میکنه. خنده‌هاش سرایت کننده است. اونقدری که عمرن کنار مجتبی 30 ثانیه بتونی آروم بمونی. خونگرمه، طوری که انگار 100 سال میشناسیش. حتی اگه فقط 5 دقیقه باشه که دیدیش. عاشق ورزش و نوشتن از ورزشه. البته خیلی تو بولینگ مهارت نداره. نکته طلایی شخصیتش اون عاشق حیواناست، مخصوصاً گربه. ما با تیم رسانه‌مون بازی می‌کردیم، هشیچ اینا رو می‌بردیم. خدا بگه این هومن رو چیکار کنه، چمن رو کنسل کرد. یه سالن می‌گرفتید حداقل بازی می‌کردیم. بگیریم آقا بگیریم. میثم، مردی که از ظاهرش فکر می‌کنی معلم ادبیاته. چنین گفت رستم به اسفندیار، ولی زبونش مثل تیغ جراحی تیز و برنده است. روکه، خیلی روک. از اون روکایی که آدم اولش میخنده 3 ثانیه بعد فکر میکنه چرا اسم میکنم دارم نقد میشم. ولی قیافه مظلوم، یه جوری مؤدب و کت و شلواری و مرتب که فکر میکنی شاید اصلا صداش در نمیاد. تیکه کلامش آفرینه، هم برای تحسین هم برای کنایه. عاشق تعریف کردن خاطرات قدیمی. وقتی خاطره تعریف میکنه لحنش مثل رادیوی قدیمی میشه. چیزی حدود 7 ماه پیش در این زمین مسابقات بیسبال غرب آسیا و فینالش برگزار شد. مسابقاتی که با قهرمانی تیم فلسطین. دارم گزارش میگیرم. چی آوردی؟ چیکار کنم الان؟ میخوای یه بار دیگه برگزار کنیم مسابقه؟ نه دیگه، بیا دیگه آقا. ببر اینو. بهزاد ظاهرش همیشه انگار با کائنات قهره. از اونایی که حتی وقتی خوشحاله همه ملت میپرسن داداش از چیزی ناراحتی؟ فقط 3 ثانیه طول میکشه تا هرسش در بیاد، اگر تایم غذاش دیر شده باشه البته. عاشق ادیت و خبر و فیلم. ساعت‌ها پشت سیستمش همراه با چای. از اون آدم‌ها که روش میشه حساب کرد ولی نمیشه باهاش زیاد شوخی کرد. چون هم ممکنه بخنده و حال کنه، هم همون لحظه پورتال جهنم رو برات باز کنه. بخش اول برنامه تردمیل شو. میثم عزیز، میثم بخصوص لیگ فوتبال کشور می‌خوایم صحبت کنیم. نمایندگانمون در لیگ 3، لیگ 2 و لیگ 1 کشور، یه تیم هم داریم که در لیگ برتر بانوانه. بهتر نیست از اول از بانوان شروع کنیم؟ ارجح‌ترم. بفرمایید. آره خب هومن، همونطوری که گفتی 4 تا تیم داریم تو استانمون که تو لیگ‌های مختلف بازی میکنن. خب بانوانمون تیم ایستا تو لیگ برتر جایگاه خیلی خوبی هم داره. آقا خیلی خوب نتیجه گرفت. خیلی خوب داره نتیجه میگه. نه فکر کنم الان رتبه 3، البته با ملوان بندرانزلی هم امتیاز تو رتبه 3 وایساده. با 2 تا غول بزرگ هم داره رقابت میکنه. گلگهر با اون همه بازیکن‌های خوب و خاتون بم هم که همیشه مدعی بوده. واقعا داره خوب عمل میکنه، تیم خیلی خوبیه. ولی خب ما خبر آنچنانی هم ازشون نداریم، واقعیت اونچنان خبر ازشون نداریم. ولی خب بررسی که میکنیم، دنبال میکنیم، میبینیم که خیلی خوب دارن نتیجه. ان شاءالله بتونیم یه برنامه خوب برای بانوان داشته باشیم، به خصوص تیم خوب بانوانمون که اینقدر خوب دارن نتیجه میگیرن. به امید خدا بریم دیگه 3 کشور.
تیم شهید ابراهیم هادی بالاخره یه برد داد آقا. آره بالاخره بود. ابراهیم هادی خب تو لیگ 4 خیلی خوب عمل کرد ولی اومد تو لیگ 3 کلا تو روند باخت بود و اصلا نتایج خوبی هم به دست نمی آورد. حالا اولین باختش هم که هم تو گفتی اولین بردش هم به دست آورد، ولی کن ابراهیم هادی هم همینطوره. متاسفانه در یک سکوت خبری اصلا انگار تو استان هیچ خبری نیست که اصلا ابراهیم هادی وجود داره، برعکس تیم آرکا. تیم آرکا چقدر پرحاشیه است این تیم آرکا. آره. انتظار نشم این میشه تیم متمول 3 تا مربی عوض کنید، نمیدونم دلیلش چی بوده آخه. بحث مربیگری شده این لاین بیارتی کرج، همینطور هی میرن هی میان میرن هی میان آدمای مختلف. والا خیلی عجیب آقای شده. کرمی خیلی خوب داشت نتیجه میگرفت با تیم، یه روند رو به رشد داشت، نمیدونم یهو تغییرات انجام شد، یه سری حالات به نظرم این شایعات ثبات سرمربی خیلی مهمه و یه بحثی هم که یه جورایی تو آرکا مشهوده بحث بازیکن سالاری. احساس میکنم این بحث بازیکن سالاری داره. یعنی بازیکن سالاری هست بابا هست، آره هنوزم هست، داره واقعا داره به آرکا آسیب میزنه. امیدوارم که از این فضا فاصله بگیره. چند سال پیش بود من خودم شاهد بودم، خیلی از تیم‌ها مثلا یه بازیکن قشنگ انقدر تلاش میکرد 2 تا سرمربی برکنار میکرد تا به اون مربی که دلخواشه برسه، بعد این ضرر میزنه آقا به یک تیم که میخواد بیاد به لیگ 1، اون ساختار حرفه‌ای ضرر میزنه. امیدوارم که تیم نتیجه بگیره در آینده. بریم سراغ تیم فرد. آقا چه میخندی اسم فرد میاد؟ هنوز انتقادات فرد پرحاشیه. فرد خب تو لیگ 2 خیلی خوب نتیجه گرفت و اینکه اومد خودش رو به لیگ 1 رسون، ولی تو لیگ 1 مدیران داوری رو آورد به جمع خودش اضافه کرد، حواشی خیلی زیادی براش ایجاد کردن، اصلا لیگو با حاشیه شروع کرد، با تنش‌ها و حاشیه. یعنی به جای اینکه تمرکزشون روی بحث فنیشون باشه تمرکزشون کلا رو حاشیه بود. متاسفانه با توجه که تیم خیلی خوبی هم هستش و زحمات خیلی زیادی هم کشیدن. حالا من خودم شخصا از نگاه من اولین انتقادی که من خودم به فرد دارم اینه که خب مثلا یک نفر هم سرمربی هم مالک هم مدیر عامل، خب قطعا هر کدوم این مسئولیت‌ها یک سری رویکردهای خاص خودشو داره، اینا همه در هم تنیده میشه. فکر می‌کنم کاری خورده دشوار و سخت میشه. البته الان هم جایگاه بدی نداره. به عنوان تیمی که حالا فصل اولش حضور در لیگ 1 نتیجه خوب نسبتاً گرفته. آره قابل قبوله چون رتبه 7م داره، ولی خب تو خط حملهش خیلی ضعف داره، همش تو دور نوارهای مساویه. نیازه که نیم فصل سری بازیکن جدید نه مثلا باخت و بردش اونچنان ملموس نیست، ولی خب همینطور تو نوار مساوی داره همینطور پیش میبره کارشو. به نظرم اگر 50% انرژیشونو به جای اینکه نق بزنن و قور بزنن و دنبال حواشی باشن میذاشتن رو مسائل فنیشون، الان فکر میکنم باید با نساجی در رقابت قرار میگرفتن، با صدر جدول در رقابت قرار میگرفتن. ممنون ازت میثم. ما با بهزاد یک گزارشی تهیه کردیم، ببینیم که آقا چقدر مردم ما شناخت دارن به تیمای استان البرز. شناخت هم دارن؟ بریم ببینیم آقا، بریم ببینیم. چطوری آقا؟ سلام آقا. خوبی؟ خوب هستیم. فوتبالی هستی؟ فوتبالی یکم. خب تیمای کرجیمون تو سطح اول کشور کیان؟ تیمای کرجی یه دونه فرد البرز. فرد البرز؟ آره دی هم یه دونه رو میشناسی؟ من فقط هم یه دونه. فرد الان چندمه؟ فرد البرز فکر کنم دومه. دوم جدوله. خب پس رنگ لباسشون چه رنگیه؟ اینو رنگ لباسم یه بار بازیشون دیده بودم آبی فکر کنم. آبی پوشه. آقا اینم هست. این دوست بیا آقا. چرا من دقیقاً نشه؟ فقط فرد البرز الان تو کدوم دیگه؟ الان آزادگان دیگه آزادگان. باری کلا با چندم جدوله؟ کنم هفتم. باری رنگ لباسش چیه؟ زرد. پس کاملا فوتبالی. همین یه تیمو میشناسی؟ تیمای استان البرز، یه دونه دیگه البرز و با گل ریحان. الان تکلیف این 2 تا تیم چی شدن؟ خبر دادی منحل شده دیگه. اسم یه تیم البرزی رو بگو به غیر از فردی که دوسته. نه آقا. رزکان. آره ماشاءالله اینقدر خوب واسه بلند میکنی. فوتبالی هستی؟ من بله. ماشاءالله. فوتبال هم بازی میکنی؟ الان نه. پیگیر تیمای البرزی هستی؟ خیر. هیچ کدومو نمیشناسی؟
مثل شهرستان‌های دیگه یه تیم البرزی داشته باشیم، استاد پرسپولیس بیان، طرفدار کدوم میشی؟ استقلال پرسپولیس. چجوری اینجوری؟ چند سال کرج میشینی؟ 30 سال. 30 سال کرج. واسه کرجی قدیمی حساب میشه دیگه. دیگه. پیگیر فوتبال هستی؟ بودم. بودی. بله. توی الان کرج دوباره چند تا تیم داشتیم ما بازی میکردن در گذشته؟ یه بهمن کرج رو هم میشناسم چون همسرم قبلا بهمن کرج. کلا اسم تیمایی مثل فرد البرز، بله شنیدم. شهر آرکاینا شنیدی؟ توی گوگل زدم الان. اگر استقلال پرسپولیس بیان کرج، خب مقابل یکی از این دوتا تیم قرار بگیرن، تیم کرجی، صادقانه بگو طرفدار کدوم تیمی؟ با افتخار پرسپولیس. الان معروف ترین تیمی که الان تو سطح اوله تیم فرد البرز. پیگیری میکنه چندم جدوله؟ پنجم یا ششمه. بارکالله. استادیوم هم میری؟ بله تا یه سوال، اگه پرسپولیس استقلال بیان توی استادیوم انقلاب مقابل فرد بازی کنن، طرفدار کدومه؟ صادقانه به ما. پرسپولیس. 22 سال. 22 ساله. 22 ساله کرجی میگه فوتبالی نیستن. قبول. دیگه اسم یه تیم کرجی که باید بدونیم. بهمن کرج. خب و قدیمیام شاید مثلا نوجوانی خودم تیم آقای چپربار بازی می‌کرد. بارکالله. کیان سلام. سلام. کیان فوتبالی هستی یا نه؟ بله. کیان فوتبال استان البرز پیگیری میکنی؟ زیاد خبر نداشتم. اصلا نمیدونی چند تا تیم تو کرج هستن بازی میکنن؟ ما فوتبال نمیبینیم، بیشتر تمرین میکنیم. تمرین میکنی بیشتر؟ طرفدار کدوم تیمی؟ رئال. مرسی. فوتبال کرج پیگیری میکنی؟ هیچی اصلا نمیدونی یه تیم به نام فرد البرز شهر آرکا داریم ما تو کرج، ابراهیم هادی داریم، اینا نمیدونی؟ دوست داری توی یکی این تیم‌ها بازی کنی یه روزی؟ همینجا خوبه؟ مرسی. 16 سال کرجی. اسم تیمای کرجی یادته؟ اصلا تا کرج را بگی آقا استقلال اومده امروز با گل ریحان بازی داره، یا مثلا پرسپولیس با فرد البرز بازی داره، حالا شنیدی همچین؟ من من اتفاقا هیئت استان فوتبال رفته بودم اونجا، اسم فوتبال مدرسه فوتبال شده. نه فوتبال مثلا اسم تیم بهمن شنیده بودی در گذشته؟ بهمن کرج، سایپای کرج. آها سایپا، درسته. سایپا. حتی رفتم فوتبالش هم دیدم، سایپا با تراکتور بود. آها همین سوال داشتم. آره. اگر یک روز یک تیم استان البرز فرد البرز یه تیم دیگه بازی داشته باشه، از اون برم استقلال پرسپولیس بیان کرج، صادقانه بگو طرفدار کدوم تیم میشی؟ تیم البرز یا تیم استقلال پرسپولیس که طرفدارشی؟ نه من اتفاقا تعصبی تراکتوری ام و دوست دارم تیم شهرمون رو تشویق کنم. 100% میرم تیم فرد البرز تشویق کنم. ما تو کرج یک تیم بانوان داریم. اسم اون تیم بانوان میدونی چیه؟ تو لیگ برتر بازی میکنه. یادت نمیاد. دوست داری این تیم نتیجه بگیره تو کشور؟ با ترتمیشو همراه شما هستیم. مجتبی علیمردانی از ژورنالیست‌ها خبرنگاران با سابقه استان البرز در با هیئت فوتبال می‌خوایم صحبت کنیم. مجتبی، این روزها انتقاد خیلی زیاده، چی میگذره آقا؟ خب اون اتفاقاتی که امروز تو فوتبال استان ما داریم می‌بینیم به نظر من یه عقبه‌ای داره. یعنی این عقبه حداقل برمیگرده به این 10 سال 11 سالی که ما سابقه جدی استان شدن داریم و به نظر من هرچی اومده جلوتر ما به جای اینکه شاهد تقویت باشیم، شاهد ارتقا باشیم و فضای فوتبال استان شکل بهتری به خودش بگیره، شاهد افت هستیم. تو این یک ماه و نیم اخیر مصاحبه ها، گفتگوها و ویدیوهایی که از خانواده فوتبال استان منتشر شده به خوبی داره نشون میده که ما هم تو نحوه برگزاری مسابقات، هم تو شکل، هم تو کیفیت مسابقات دچار مشکلیم. تیم‌ها از چیزهای ابتدایی دارن ایراد میگیرن، میگن داوری خوبی نیست، زمینای مناسب و با کیفیتی نیست، نحوه برنامه‌ریزی، نحوه اعلام کردن برنامه بازی‌ها جوری دارن صحبت میکنن که انگار ما با یه شهرستان دورافتاده در روبرو هستیم. یعنی جوری دارن صحبت میکنن که ما فکر میکنیم که ما توی منطقه محروم دورافتاده ایم و این حس رو پیدا نمیکنیم که ما یه استانی هستیم که نزدیک پایتختیم، 14-15 سال استان شدیم و حداقل اینه که لیگ برتر فوتبال استانمون باید توی کفی از استاندارد و یک کیفیت معقولی برگزار شه. اما تیم‌ها دارن از حداقل
از ابتدایی ترین چیزهای موجود در فوتبال دارن ایراد میگیرن و این یک زنگ خطره. به نظر من هیئت فوتبال تو این ماجرا باید پاسخگو باشه و من احساس میکنم که تو چیدن مسیر فوتبال استان به نظر من یه کوتاهی‌ها و یه قصورهایی شده که الان خانواده فوتبال تو این حجم وسیع دارن اعتراض میکنن و انتقاد دارن. فکر نمی‌کنی حالا نیاز به تغییرات داشته باشه؟ حداقل یک سری نیروهای جوون بیارن، اهالی که فوتبالی هستن بیان تو هیئت کمک کنن که ساختار حرفه‌ای‌تری به خودش بگیره. ببین هم خود شما سابقه حضور توی هیئت فوتبال دارین، هم من خودم چند سال اونجا بودم و از نزدیک شکل و فرآیند کار دیدیم. ببین واقعیتش اینه که فوتبال استان با این سطح وسیع و این نیازی که خانواده فوتبال دارن برای اینکه لیگ‌های مختلف برگزار بشه و بازی‌ها توی کفی از کیفیت برگزار بشه نیاز به یه ساختار داره. من احساس می‌کنم ساختاری که الان هیئت فوتبال داره حداقل توی بخش برگزاری مسابقاتش به نظر من ساختار کاملی نیست. یعنی یه دوستان با یه حجم تعداد نیروی کمی میخوان یه حجم بزرگی از مسابقات رو برگزار کنن و خب وقتی این اتفاق میفته شما صرفاً فقط برگزار میکنی، اون بحث کیفی کار زیر سوال میره، مخفول میمونه. و گفتم خدمتتون اون چیزی که الان داره اعتراض میشه از سوی اهالی فوتبال به این شرایط صرفاً برگزاری نیست، صرفاً این که داره برگزار میشه نیست، اعتراض به کیفیت اون لول و سطحی که داره برگزار میشه مورد رضایت اهالی فوتبال نیست و این فضا رو داریم میبینیم از این ناحیه نشأت میگیره. به نظر من مشتبه آینده فوتبال استان چطور میبینید تو بخش مدیریتش؟ ببینید با توجه به فضایی که الان به وجود اومده، اون مطالبه گری، انتظاری که جامعه فوتبال دارن، به نظر من یک پیام بزرگ داره. اونم اینه که دوستان فوتبالی و جامعه فوتبال استان این تیم مدیریتی فعلی دیگه به قول معروف اقناعشون نمیکنه. این یعنی اینکه اهالی فوتبال قطعاً برای آینده این فوتبال منتظر یک نیروی جدید، اسم جدید و یک فضای جدیدن و من فکر میکنم که با توجه به روندی که الان شاهد هستیم سال آینده فکر میکنم اسفند ماه پایان دوره 4 ساله آقای بکوردیه و من فکر میکنم که با توجه به شرایط و تحولاتی که داریم میبینیم آبستن حوادث بسیاریه. من فکر میکنم که با توجه به شرایطی که الان به وجود اومده اهالی فوتبال دارن به بعد از آقای بکوردی فکر میکنن و به نظر من فوتبال میخواد از آقای بکوردی عبور کنه. ان شاءالله روزای خوبی باشه برای فوتبالمون. ما امیدوارم مسئولین هیئت فوتبال بیان پاسخگو باشن به سوالات ما. مشابه قبل از خداحافظی کنیم ما یه آیتم داریم به نام گل درشت. یا فکر کنم جذاب و باحالی هم باشه. آقای رئیس هیئت مدیره فرد البرز نماینده مجلس و عضو شورای شهر رو دعوت کرده تو رختکن که بتونن کمک بگیرن ازش برای مشکلات تیم. ببینید ویدیوشو. جای دیگه بودم همه کمک میکنن، یعنی بحث تیمشی میشه، بحث شور و نشاط اجتماعی میشه، همه کمک میکنن، ولی این تیم ما برای درصد بازیکن‌ها دیروز مشکل خورده بودیم. هیچ کس کمک نمیکنه. میگید چند سال سابقه مدیریت دارین؟ قبول. مطالبتون از مسئولین هم قبول. درآمد پایدار میخواید از مدیرای دولتی و غیره برای تیم خصوصی؟ اونم قابل بحثه، کاری نداریم. ولی سردتون دو تا دست مبارکو کردین تو جیب جوره یه جمعی که دارین صحبت میکنین؟ یا قهرید باهاشون که پشتتون کردید و اون طرف حرف میزنید؟ آقای نماینده که عقبت به ما کردید. من به شما پیشنهاد میکنم این همه سال مدیریت کردین یه دوره آداب مکالمه هم برید تو اینستاگرام، زیاد تبلیغ میکنن، به دردتون میخوره. اگر میخواید این دوره رو داشته باشید کلمه ادب رو زیر همین پست کامنت کنید. پشت تو کردی بر من بگو مگو نداره، میکن به هر کی خواستی گل پشت رو نداره. با بهزاد هستیم از خبرنگاری ژورنالیستای خوب استان البرز. بهزاد یه سری انتقادات این روزا زیاده نسبت به میزبانی ورزش شهدای شهر قدس. و همونطوری که میدونیم ما قرار بود در استان البرز میزبان پیکان باشیم. حتی مربیان استقلال تهران هم اومدن بازدید داشتن از ورزشگاه انقلاب، ولی به یک باره اصلا این موضوع فراموش شد و اونا هم رفتن و هیچ خبری هم نیست. بررسی کردی این موضوع رو؟ ببین از این بلبشو و بازار شام و عدم میزبانی ورزشگاه آزادی همه استانهای حتی دورتر از تهران بهره بردن، غیر از کرجی که
چسبیده به خود تهرانه. یعنی کرج میتونست حداقل یه تیم بزرگ رو توی ورزشگاه انقلاب میزبانی داشته باشه، اما متاسفانه نتونست. دلیلش هم برمیگرده به مسئولینی که به نظرم هم تنبلن و هم میترسن از میزبانی و دلایل مختلف. و اینم بهت بگم ورزشگاه انقلاب کم مشکل نداره. اتفاقا هفته گذشته بود با مشتبه رفته بودیم دوری بزنیم بازی ببینیم، گفتیم بریم دور استادیوم بگردیم چه خبره، چه مشکلاتی داره. آقا خیلی مشکل داره. یعنی این ورزشگاه انقلاب الان نمیتونه میزبان بازی بزرگ باشه و خیلی کار داره. قبول دارم اینو. من همیشه عقیدم این بوده، میگم بازیای بزرگ باعث میشه توی شهرهای کوچیک از نظر زیرساخت، کرج از نظر زیرساخت به شدت شهر کوچیکیه، به شدت. بازیهای بزرگ باعث میشه که چون مجبور میشن، زور میشه بهشون که بیان زیرساختو درست بکنن، اتفاقای خوب میفته. داشتیم اما رها شد دوباره. میگم ما آخرین تیم کی بوده؟ ما پیکان رو آوردیم، در گذشته هوادار رو آوردیم، سایپا رو آوردیم، دیگه یک شهرداری نوشهر اومد بازی کرد، کلی بودجه تزریق شد. ببین آخرین الان یه کاور نداریم. ببین این برمیگرده هم به اجرا یعنی هیئت فوتبال و هم به مدیریت اجرا یعنی اداره ورزش و آقای رضایی. چرا نمیتونه مدیریت بکنه هیئت تحت تکلف خودش رو که این رو حل بکنه؟ آقا چمن رو هزینه کرده استان، چرا واقعا کاور رو درست نمیکنه؟ یه سوال خیلی بزرگ. یه کاور دیگه. مسئولین میگن که ما توی ورزشگاه انقلاب برگزار نمیکنیم چون شلوغه. یه جای خیلی شلوغ داره برگزار. شما برید شهر قدس ببینید چه اتفاقی داره میفته. کجا داره بازی برگزار میشه؟ تو شلوغ ترین جای ممکن داره بازی ها برگزار میشه. سخت آقا. من حالا با احترام به همه مسئولین ما، سخت آقا یه تیم بزرگ بیاد، همین تماشاگر بیاد، آقا چه کاریه، دردسر داره. دنبال دردسر نیستن دیگه. دنبال دردسر نیستن، یه کار راحت و بگذره و هیجان هم نمیخوان دیگه. دنبال هیجان باشن شهر بازی. حداقل ورزش ما به خصوص فوتبال ما نیاز به شور و هیجان داره. اون آقا ما نداریم الان در نداریم. به استاد عزیز سپاسگزارم ازت. بخش پایانی برنامه ماست. فقط هفته آینده هم مثل این که ما یک برنامه جذاب باشه. 100% ورزشیه که من یه چیزایی ازش میدونم، میزبانش هستم در هفته بعد توی ترتمیل شو و یه سری اتفاقات عجیب غریب و نتایج خیلی بدم داره اونجا اتفاق میفته، میپردازیم شدید بهش. مخاطبان عزیز خیلی ممنونم که همراه ما بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.